شماری از تاجران افغان در شیرخان بندر کندوز شکایت دارند که کشور تاجیکستان برای آنان ویزه نمیدهند. این تاجران افغان هشدار میدهند که اگر به این مشکل آنان به اسرع وقت از سوی حکومت افغانستان رسیدگی نشود، دروازه سرحدی افغانستان را با کشور تاجیکستان مسدود میکنند. شمس الله و سید مجتبی هاشمی، دو تن از تاجران افغان، به نمایندگی از دیگر تاجران پیرامون مشکلاتشان به رادیو آزادی چنین گفتند: مراجعه میکنیم با اسنادهای دستداشتی خود، با قراردادهایی که 100,000 تن است، در سفارت که مراجعه میکنیم با ما ویزا نمیدن. ما بارها تاکید کردیم که حداقل همین قنصل نمایندگی قنصل تاجیکستان بیاید تا برای ما یک سهولت ایجاد بکنه تا ما خوب بدرخشیم به مردم خود، به وطن خود. ما به عنوان یک کشور برادر با او می‌نگریم، نه به عنوان یک دشمن. از سوی دیگر سید محمود دانش، سخنگوی والی کندوز، این ادعای تاجران افغان را به جا خوانده می‌افزاید که این موضوع را با حکومت مرکزی شریک ساختند تا به آن رسیدگی کنند. با تلاش‌های مکرر خواستیم که در این مورد دیدگاه مسئولان کنسولگری تاجیکستان را داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم.